дада, шумо беҳтараш ба ҳавои тоза мебаромадед. чӣ лозим ин қадар хабарҳои бар дурӯғ шунидан? ту намефаҳме духтарам. ана бародарат ба гапи ман розӣ мешуд. ту бо вай охирон бор кай гап задӣ? 2 ҳафта шуд занг мезанам, телефонаш хомӯш. хело шуд акрам ба ман занг намезанад. ана ба фикрам ин акрам аст. алё лабай. дада, чӣ? акрами мо? шумо ошкоро гап мезанам. варами мағзи сар авҷ мегирад то ба он дараҷае ки ҷарроҳӣ нопазир хоҳад буд. ман ба шумо маслиҳат медодам ки ҳарчи зудтар ҷарроҳӣ мекардем. 3 моҳ фурсат дориду халос. ҳа, албатта. бигӯед ки ҷарроҳӣ чӣ қадар арзиш дорад. ман дар ин ҷо ҳамаашро қайд кардам. марҳамат. агар ягон саволотон пайдо шуд, занг занед. ташаккур ба шумо. саломат бошед. интизор набудам ки бидуни таҷриба ва бори аввал ин қадар маоши хубро ба даст меорам. агар шумо ҳам мехоҳед дар хориҷа соҳиби кор бо музди маоши баланд шавед, пас метавонед ба пурсишнома гузаред. барои ин танҳо акс, ному насаб ва синну соли шумо лозим аст. ҳар вақти кӯрӣ чӣ кор карда истодаӣ? сурат мегирӣ, а? ки дароя мекунӣ суратута беадаб? ана гап дар куҷо? кор мекобӣ? акай соҳроб, ман шуморо пеша ки огоҳ накарда намерафтам. чизи чората ҷамъ ки тез баромада рав, тез! акай соҳроб, тез! ман муҳтоҷи кор ҳастам. дафт шав рав. падарам бемор аст. ман намедонам, баромада рав! курнамак.
تشکر با شما. من اکنون میتوانم خانه خودم رو خریداری کنم. لیکن پس از استراحت. موفقا اویلوی و سعید. مرحبا. این قهوه شما. تشکر با شما. نمی‌ارزد. من اینش مکافات پولی. من حتی نمیدونم من چگونه مینداری کنم. لبه حاضر یک دقیقه میبرایم. از همکاری با شما خیلی شدم. مونیس ما البته باز شما را به کار دعوت میکنیم. مرحمت. السلام. و علیکم السلام. گذر. خواهش بگو که تو رو چی وادار کرد که اینجا بیایی؟ راستی гап оиламон бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ омадааст. бародарам ҳалок шуд. ба ҷарроҳии падарам пули зиёд дар кор аст. ман ҳатто намедонам ки ин қадар маблағро аз куҷо ёбам. همدردی مرا قبول فرما. میفهمم خیلی وزنین است. من هم در وقتش امکانی پدرم را نجات دادن را نیافتم. اگر امکانیت امروزه میشد البته نجات میدادم. من حتما به تو کمک میکنم. زیرا تو را میفهمم. خودم نیز در همین حالت بودم. خیر بیا به سری کار آیم. ما شرکت سیاحی هستیم و در همه سمت‌های گوناگون در خارجه کار پیشنهاد میکنیم. تعلیم در جایش صورت میگیرد. از تو فقط کار ضرور است و خلاص. فکر میکنم از این جهت یگان کمبودی نداری. نه. تو شناسنامه خارجی داری؟ نه ولی حتما میگیرم. ضرورت تشویش کشیدنت نیست. ما خودمون درست میکنیم. چیپتای هواپیما رو نیز میخریم. چی گفتی؟ خواهش زیاد دارم. ولی من تنها زبانی تاجیکی رو میدونم و خلاص. غمی نشو نخور عزیزم. اونجا زبان رو هم میآموزانند. باوری دارم که از عهده همش میبرایی. آخر کلا داری کن. دست و پای بوتون داری. فکر میکنم از عهده کار میبرایی. ولیکن آشکارا گفتنیم بعضا ممکن با کارهای مشغول میشوی که تابع دلت نیستند. لیکن پولی کلان مییابی. من از یگان کار نمیترسم. تو دختری با عقلی. اگر یگان سوالت نباشد پس بیا به استودیا بگذاریم. اونجا برای پرسشنامه چند عکس لازم است. چیزهایت را میتوانی اینجا گذاری. خب بیا رفتیم. Так, акун як бор румолтуна мекшед?
التماس مرا با دخترم پیوست کنید حالش را پرسم شما وعده کرده بودید خواهش میکنم شما راه را میدانید مرحمت خواهش میکنم رفتیم خلا جان ما حل میکنیم رفتیم تلفنم را فراموش کردم. دخترم کجا شد دخترم کجا شد برای چی زن نمیزنن گوش کنید شاید دخترتون به کار بد باشد ما آخر اونها را به استراحت نمیفرستیم خب ممکن تربیهش بد بود که به شما زن نمیزند یا به زنگتون جواب نمیدهد او بی اهمیتی نیم سال نبوده کیست شما وعده داده بودید کو یاد یک چیز را میخونیم که نصیحت به همکارو به عهدهداری ما نمیدراید و مرحمت کرده از اینجا برای کار ما از حد زیاد است و بس کنید به اینجا آمدن را تو باز یگان گپ داشتی؟ نه من تلفنم را فراموش کردم. در رو گفتم اما کسی نکشد. جمشید مهمون را گسیل کن خلا جان خواهش میکنم اما از همکاران خواهش میکنیم که او را دریابند تا با شما در تماس برآید میرویم خلا جان رفتیم من حتی خرسندم که تو شاهد صحبت ما شدی با دختر این زن چی شده است؟ ملکه جان من کسی را محکوم یا طعنه زدنی نیستم دختری زینب خیلی خوشبخت بود که به خارجه رفته صاحب کار می شود وی حتی شخصا به من گله گذاری کرد که با مادرش زیستن طاقت ناپذیر است دختر آزادی را دید حتی مادرش را فراموش کرد خیر اینش با من دخل ندارد هرچند این رفتارش رو نمیفهمم تو چی ملکه؟ ملکه؟ من نمیدونم. ممکن من روم. خیر یگان سوال نداشته باشی رو؟ Assalom dada. سلام دخترم. دادا من کاری نو یافتم. در خارجه معاش خوب وعده میکنند. کدام خارجه؟ چه خیلی کار؟ در اونجا چند نمودی کار است. همون که رفتیم معاین میکنند. خدا خواهد برگردم از پی جراحی شما میشویم. اگر کار برار گیرد در 2 ماه پول جراحی رو کار میکنیم. من برای رفتن تو راضی نیستم. برای چی دادا؟ من برای شما کوشش کرده ایستادم. من از تو خواهش نکردم. سینم به جای رسیده است. عمرم رو دیدم دخترم. دادا جان شما به من عزیز هستید. میفهمم که آسان نیست برایتان.
من هم برادرم را از دست دادم. لیکن نمیخواهم که شما را نیز از دست دهم. مرا ببخش دخترم. من میدونم که تو این کار رو برای من میکنی. اما برای رفتنت من راضی نیستم. دادا جان، همش خوب می شود. ببخشید، یک لحظه شما رو ممکن؟ السلام. سلام علیکم. شما ما رو شناختید؟ نه راستیگم. ما با شما در آفیس عزیزه خورده بودیم. من امروز به خارجه سفر دارم و خواستم از شما مصلحت گیرم. شما ما رو با کسی مانند کردید. مالیکه اومدی؟ بیا. بیا. مرحبا. شما ایستان. با آغاز زندگی نو تیاری؟ ها. خوب. انا اینجا امضا گذار. عالی جناب. ما آمدنی باز یک دختر رو انتظار می شویم. پس آن یک جایه به فرودگاه می رویم. می توانی گذشته بشینی. خب. نتیجه کاری آن زنی که دخترش رو میگفت چی شد؟ شما را پیدا کرده توانستید؟ این به تو دخل ندارد. جمشید آروم شد. یگان خبری نو نیست. دخترک اصلا آدمی جدی نبوده است. وای ما رو پیش پا داد. جای کارش رو پرتافته رفته است. در کارگاهش وی رو نیافتند. الو؟ سلام علیکم. شادم که شما را میشنوم. چی؟ نه خود.
با آن جایی که تو میروی بهتر است که چیزی نپرسی. فقط راضی شدم در کار. تو ما رو فهمیدی؟ فهمیدم. میبخشید در کجا میتونم دستایم رو شویم؟ در آخری راه رفت. چی گپ شده است؟ همون دختری مادرروز را در یاد داری؟ بله، عجب دلکش بود. دیروز بگاهی مزاج دغل نصیبش شده است. سحر خودکشی کرده است. نخود. من آنها را آرام کردم. گفتم که امروز دختران نو را گسل میکنم. شف ما تیار. میرویم. وای نازک اندام را سر و سیما کن وقتی رفتن شد. حاضرم نامده است. نه. مالکه